آیا شستن زیاد مو باعث ریزش مو میشه؟ باور رایج یا حقیقت علمی؟ هر بار که موهاتو میشوری کلی تار مو کف همون میبینی، فکر میکنی دلیلش همون شستشوی زیاده یا واقعا یه مشکل جدیتر پشتشه؟ سلام، من دکتر منوچهری ام. اگه دلت میخواد بدونی بدن چی داره بهت میگه، این ویدیو رو از دست نده. خیلی از زیباجویان وقتی برای مشاوره میان، اولین چیزی که میگن اینه: از وقتی بیشتر موهامو میشورم بیشترم میریزه. ولی بیایید با واقعیت روبرو بشیم. شستن زیاد مو در حالت عادی باعث ریزش مو نمیشه. ما به طور طبیعی روزانه بین 50 تا 100 تار مو رو از دست میدیم. این ریزش ها توی روزهای معمول ممکنه دیده نشن، اما وقتی موهاتو میشوری یا شونه میکنی، این موهایی که از قبل آماده ریزش بودن جدا میشن و یکجا دیده میشن. پس توهم ریزش شدید ایجاد میشه. اما یه نکته مهم هست: اگر از شامپوهای نامناسب، آب خیلی داغ یا ماساژ خشن استفاده کنی، ممکنه پوست سر رو تحریک کنی و در بلند مدت آسیب بزنی. شستن زیاد مو با روش غلط ممکنه مشکل ساز بشه، ولی شستن اصولی حتی میتونه به سلامت پوست سر هم کمک کنه. پس اگر فکر می‌کنی ریزش موی زیادی داری، قبل از اینکه خودت رو متهم به زیاد شستن کنی، بهتره به عوامل دیگه مثل هورمون‌ها، تغذیه، استرس یا بیماری‌ها فکر کنی. و مهمتر از همه، روش شستشوی صحیح رو یاد بگیر، چون خود شستن دشمن مو نیست. اگه دوست داری یه ویدیو مفصل درباره شستشوی اصولی مو برات ضبط کنم، حتما برام کامنت بذار. و اگه این ویدیو براتون مفید بود، فراموش نکنید که لایک کنید و ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا این اطلاعات مفید به دست همه برسه.